درباره داستان کیلیان امباپه حرف بزنیم. کیلیان امباپه که نام کاملش کیلیان امباپه لوتون هست، در فرانسه بازی میکنه و در پست مهاجم در فرانسه بازی میکنه. او 1.78 سانتی متر قد داره و کریستیانو رونالدو الگوی خودش میدونه. امباپه برای اولین بار در تیم موناکو در تساوی 1-1 مقابل کان بازی کرد و به جای فابیا کونتورئا در دقیقه 88 به میدان رفت. او با 16 سال سن به جوانترین بازیکن تاریخ باشگاهش تبدیل کرد. او همراه با موناکو به نیمه نهایی لیگ اروپا رسید و منچستر سیتی رو شکست داد. پس از درخش امباپه در موناکو، او با 180 میلیون یورو به پاریس سن ژرمن رفت. اول پاریس سن ژرمن او را به عنوان بازیکن قرضی از موناکو در اختیار گرفت و 180 میلیون یورو بهش بعداً پیشنهاد کرد و کیلیان امباپه رفت در تیم پاریس سن ژرمن. او در تیم ملیش فرانسه 5 بار برای تیم ملی زیر 19 سال فرانسه گلزنی کرده و در قهرمانی اروپا نقش بسزایی داشته. او 2 گل مقابل پرتغال با نتیجه 3-1 به تیمش کمک کرد تا به فینال برسد. او در منتخب مسابقات قرار گرفت. امباپه برای اولین بار به تیم بزرگسالان دعوت شد. او در مقابل آرژانتین با فرانسه پیروز شد، 1 پنالتی را گل کرد و 2 گل زد و بهترین بازیکن مسابقه شد. امباپه پس از پله در جام 1985 دومین نوجوانی بود که در یک بازی جام جهانی 2 گل به ثمر رسونده.